مجسمه که پشت شما ایستاده است چی است؟ نشان دولتی تو نشان. این نشان چی هست در اون؟ خود نشان دولتی چی هست؟ میدونم. آیا میدونید که نشان دولتی جمهوری تاجیکستان کی قبول کرده شده است؟ حداقل گفتم میتونید که از چی عبارت است؟ از گندم، پخته، کتاب، کوه. سلام علیکم. همین جای زیبایی که گشت و گذار میکنید و این مجسمه کلانی که اینجا میبینید به اندیشه تان چی هست؟ این نشان دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. 3 سال پیش در اینجا بنا شده. خب آیا میدونید نشان دولتی جمهوری تاجیکستان کی قبول کرده شده است؟ نشان دولتی جمهوری تاجیکستان؟ نمیدونم. خب از چی عبارت است؟ نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از خوشه های انگور، خوشه های پخته، تاج، 7 ستاره، کوه و کتاب عبارت است. خب در این جایی که گشت و گذار میکنید و اون مجسمه که پشت شما ایستاده است مجسمه چی هست؟ نشان ملی. نشان ملی گفتاده. اون نشان دولتی جمهوری تاجیکستان کی قبول کرده شده؟ 28 دکبر سال 1993. از چی عبارت است؟ از پخته، گندم، کتاب، 7 ستاره، آفتاب. اما مجسمه که در پشت شما ایستاده است میدونید مجسمه چی است؟ مجسمه پخته، نشان، کتاب، نشان. اون چی است؟ رمز دولت. رمز دولت. اما نشان دولتی جمهوری تاجیکستان کی قبول کردید است؟ 25 آگوست. همین روز سال 2011 25 آگوست. نشان دولتی جمهوری تاجیکستان 25 آگوست سال 2011 قبول کرده شده است. شما چه نظر دارید؟ این چه مجسمه است در اینجا؟ این مجسمه رمز دولت پخته در این کتاب گندم. خب در عموم همین پخته و کتاب و گندم اینا چی هستند در یک جا جمع کرده شدند؟ اون چی رمز است در بالا؟ چیزی که میگن یکی از رمزهای دولت به حساب رفته. این بیشتر دقت تمام جوانان رو به خود جلب کرده میتواند. این هم نام ملت را از دیگر دولت ها باید اعترافگری ملت است. این یکی از نشانه های دولت می باشد که به دیگر دولت ها این تاجیکستان چگونه بودنش را اعتراف میکند. با همین و چیزی که معلوم است از این چند خصوصیت های دارد. مثلا پخته دارد و از باز گندم دارد، 7 ستاره دارد و باز یک تن جزئیات های دارد که او همه افادهگری ملت و دولت می باشد. خب در عموم چی هست؟ در عموم نشان است. نام نشان رو در بر گرفته است. نشان دولتی جمهوری تاجیکستان آگاه هست کی قبول کرده شد؟